1 سال پس از مرگ سیامک، سروش از جانب خداوند به کیومرث پیام داد. او به کیومرث گفت که وقت انتقام فرا رسیده است. کیومرث برخاست و سپاهی برای نبرد با دیو سیاه آماده کرد. او سپاهی از حیوانات وحشی و موجودات کوهستان گرد آورد و فرماندهی آن را به نوه‌اش هوشنگ سپرد. هوشنگ جوانی شجاع و دانا آماده بود تا انتقام پدرش را بگیرد. نبردی بیمانند آغاز شد. زمین و آسمان از صدای فریادها و غرش حیوانات به لرزه درآمد. هوشنگ مانند شیری شجاع به دل سپاه دشمن زد و دیو سیاه را به مبارزه طلبید. در نهایت هوشنگ با شجاعت و قدرت دیو سیاه را شکست داد و سرش را از بدن جدا کرد. انتقام خون سیامک گرفته شد و سپاه اهریمن شکست خورد. پس از پیروزی، کیومرث تاج شاهی را به نوه‌اش هوشنگ سپرد و جهان را ترک گفت. او که اولین شاه جهان بود، داستانی از عدالت و ایستادگی برای آیندگان به جا گذاشت. جهان همواره مانند افسانه‌ای گذراست. هیچ کس، چه نیک و چه بد، در این دنیا جاودانه نیست. اما آن که در پی عدالت است، جاودانه در یادها باقی خواهد ماند.